در شهر ترسونزاده 125 مؤسسه تعلیمی فعالیت دارد. برای اشتراک در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. در کتابخانه‌های همه مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده کتابداران و آموزگاران همراه شاگردان اساساً به مطالعه اثرهای گوناگون مشغول می‌باشند. محسن مری کتابخوانی بود که در این آزمون خوانندگان و آموزگاران فعالانه شرکت ورزیده صاحب مقام افتخاری گشتند. استادان در درس‌ها به شاگردان نیز توصیه می‌دهند تا که آنها بیشتر کتاب خوانند و از علم همیشه باخبر باشند. اعلان نمودن آزمون‌ها از جمله فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من و آزمون نوبتی علم فروغ معرفت می باشد که به این وسیله تشویق و ترغیب نسل جوان را به علم و فن دهچند می نماید. ما زادگان دوران استقلال در عوض دستگیری و غمخوری پیشوای محبوب ملت تلاش می ورزیم که به تحصیل خوب و اعلی و صداقت به سرزمین اجدادیمان چون دیروز امروز نیز صادق و وفادار میمونیم. نوبسته از آن باید هر یکی ما آموزگاران و خوانندگان از مطالعه کتاب باید دور نباشیم. در مؤسسه همگی 48 نفر آموزگار کار فعالیت می‌نمایند. از اینها 37 نفرشون به کتابخانه اعضا هستند و اعضاگی به کتابخانه تا حال ادامه دارد و از 520 نفر خوانندگان مؤسسه باشد 478 نفرشون به کتابخانه اعضا هستند و پیوسته ما در حالت به دست آمدن امکانیت کتاب‌های بدیهی دسترس کرده ایستادیم. در مسائل تحصیلات میانه عمومی که ما آنجا دیدن کردیم کتابداران میگویند که با اعلان گشتن آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است 2 سال اخیر در مؤسسه صف خوانندگان در کتابخانه زیاد گردیده است. من زیاده از 50 کتابی بچگانه خونده، قریب که 30-35 کتابی بدیهی را مطالعه کردم. در مؤسسه ما که آزمون فروغ صبح دانایی برگزار گردیده بود، در این از نامینات شاعری اشتراک نموده جای اول را اشغال نمودم. با تشبث اساسگذاری صلح و وحدت بعد از تشکیل نمودن چنین آزمون شوق و هوس خوانندگان زیادتر شد، بیشتر به کتابخوانی جلب کرده شد. در مؤسسه 1500 عدد چخلی که قید کردیم کتاب‌های بدیهی است. اگر 1000 نفر خواننده در مؤسسه تحصیل کنند، از این شماره 900 نفر به کتابخانه مؤسسه اعضا شدند. باید گفت که هدف اساسی تشکیل چنین آزمون‌ها در مملکت این بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخنرانی و فعالگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه میباشد. از این مؤثرین مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده در کوشش آنند که در همه آزمون‌های جمهوری شرکت ورزیده جایهای نمایان را اشغال نمایند.